السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی بنی اسرائیل شکست خوردن و پراکنده شدند، به شخصیتی احتیاج داشتند که آنها را راهنمایی کند. الله متعال پیغمبری را فرستاد. از بینشان شمویل علیه السلام بود. شمویل این نام یهودی است، یعنی نام عبرانی است. به زبان عربی اسماعیل می شود. یعنی یهودی ها حرف سین را شین می گویند. یعنی وقتی سلام می کنند سلام نمی گویند بلکه شلام می گویند. بنی اسرائیل را شمویل علیه السلام دعوت کرد و بنی اسرائیل دعوت را پذیرفتند، اطاعت کردند پیغمبر را. بنی اسرائیل به شمویل علیه السلام گفتند از بین ما کسی را اختیار کن که پادشاه ما شود تا قوت در بین ما پیدا شود و ما با دشمن خود جنگ کنیم. الله متعال می فرماید در سوره بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا ندیدید جمعی را، یعنی گروهی را از بنی اسرائیل بعد از موسی هنگامی که به پیغمبر خود گفتند، یعنی به شمویل گفتند پادشاهی را برای ما انتخاب کن تا در راه خدا جنگ کنیم. پیغمبر آنها گفت شاید اگر جهاد بر شما مقرر شود سرپیچی کنید، یعنی وقتی که بر شما جنگ امر شود شما جنگ نکنید و در راه خدا جهاد نکنید. گفتند چرا در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟ پس هنگامی که جنگ بر آنها مقرر شد جز عده کمی از آنها اطاعت کردند، اکثریت آنها روی گرداندند و خداوند به ستمکاران آگاه است. یعنی وقتی بر آنها جنگ اعلان شد آنها باید که جنگ میکردند، اکثریت آنها روی گرداندند، بهانه جستند و نرفتند. یک عده کمی آنها جمع شدند. کسانی که با شمویل علیه السلام ماندن و میخواستند جنگ کنند تقریبا 8000 نفر بودند. شمویل علیه السلام از بین آنها طالوت را اختیار کرد. طالوت سرلشکر شد. طالوت از نوادگان بنیامین بود. پیش از این همه پادشاهان از خانوادگان یهودا بودند. وقتی طالوت را پادشاه اختیار کرد مردم تعجب کردند چرا از نوادگان یهودا پادشاه اختیار شد؟ و طالوت با پوست کار میکرد و بسیار دانا و حکیم بود و مردی با قوت بود، بسیار مردی با قوت بود. نوادگان یهودا گفتند چرا طالوت را پادشاه اختیار کردی؟ ما باید پادشاه ما باید شویم. یعنی اکنون
پیش از این گفتن شمویل علیه السلام را که پادشاه را اختیار کن. وقتی پادشاه را اختیار کرد، یک شخصی هم با قوت و هم دانا و حکیم باشد و هم پرهیزگار باشد، آنها یعنی سرپیچی میکردند و ادعا میکردند که پادشاهان باید که از نوادگان یهودا باشد. چرا از نوادگان بنیامین را اختیار کردی؟ برای اینکه طالوت فقیر بود، یعنی مثل دیگران ثروتمند نبود، ولی بسیار پرهیزگار بود. اکنون 8000 نفر که با شمویل علیه السلام بودند دو قسم شدند. نوادگان یهودا گفتند ما طالوت را قبول نداریم. شمویل علیه السلام طالوت را اختیار کرده است. او الله متعال، یعنی او را الله متعال علم و قوت عطا کرده است. شمویل علیه السلام گفت الله متعال یعنی با او علم و قوت عطا کرده است، بسیار حکیم است و الله متعال ملکش را به کسی بخواهد یعنی به کسی که بخواهد عطا میکند. نوادگان یهودا گفتند ما جنگ نمی کنیم. اگر طالوت پادشاه شود در بین ما اطاعت نمی کنیم و جنگ نمی کنیم. وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. یعنی الله متعال به کسی که بخواهد ملکش را عطا میکند. پیغمبر را اطاعت نکردند. شمویل علیه السلام گفت اگر معجزه را بیاورم که طالوت پادشاهی شما است اطاعتش میکنید؟ گفتند بله. علامت پادشاهی طالوت این است که همان صندوقی که از شما قوم عمالیق گرفته بودند ملائک آن را از آسمان میارند. یعنی همان صندوقی که در درونش لباسهای حضرت هارون و موسی و چیزهای یعنی آن پیغمبران در درونش بود، همان صندوق را الله متعال به طریق ملائک از آسمان برایتان میفرستاد و این علامتی است که شما اطاعت کنید طالوت را. وقتی به بالا نظر کردن صندوق از آسمان می آمد، یعنی او را ملائک می فرآوردند. اما هیچ کسی ملائک را نمیدید. صندوق باز به دست بنی اسرائیل رسید. اکنون طالوت را اطاعت کردند و 8000 نفر از پشت طالوت حرکت کردند. وقتی به نزدیکی دریای رسیدند طالوت گفت الله شما را امر کرده است که از این دریا آب ننوشید. یعنی این یک امتحان بود. اکنون باید که هر سخنی که طالوت میگوید باید که آنها اطاعت کنند. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني
إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. خب طالوت گفت الله متعال شما را امتحان کرده است که از این دریا ننوشید. کسی که از این دریا بنوشد یعنی با ما نمی رود مگر کسانی که مجبور شدند و یک دست آب خوردن، یعنی بسیار مجبور شدن یک دست آب خوردن. پس آنها یعنی بسیاری آنها از آن دریا آب خوردن و یک عده کمی که با طالوت ماندن آنها آب نخوردن. تقریبا 313 نفر آب ننوشید. دیگر از 8000 باقی مانده هم آب نوشیدند. در یک طرف جالوت با لشکرش انتظار بود که طالوت می آید و در دیگر طرف طالوت با 313 نفر ماند. دیگر باقی مانده برگشتند. اکنون از 8000 نفر لشکر طالوت 313 نفر بود. این یک امتحانی بزرگ بود که آنقدر سربازانی که با طالوت بودند آنها اطاعت نکردند و آنها برگشتند. لشکر طالوت گفتند ما بسیار کم هستیم و قوت نداریم. در بین آنها مردی با تقوایی بود. گفت چه بسا گروهی که کوچک هستند، یعنی بسیار کم هستند و الله را اطاعت میکنند، الله متعال آنها را پیروزی میدهد. و هنگامی که برای جنگ با جالوت لشکر کشیدند، جالوت پیش آمد برای مبارزه و لشکر طالوت هم صف کشیدند برای جنگ. اکنون طالوت با لشکرش 313 نفر بودند، در یک طرف ایستادند و برای جنگ آماده شدند و در دیگر طرف جالوت برای مبارزه تیار بود. جالوت به میدان برآمد و برای مبارزه طالوت را دعوت کرد که کی می براید برای جنگ، ولی هیچ کسی نبرآمد. طالوت گفت یعنی به قوم خود کی می براید برای مبارزه با جالوت؟ اگر بر او پیروز شود دخترم را برایش می دهم و بعد از من پادشاه او می شود. یک جوانی برآمد، بسیار با قوت بود، داوود علیه السلام. در آن زمان بسیار جوان بود. بعضی مورخین میگویند، یعنی بعضی علما میگویند 16 ساله بود، ولی بسیار با قوت بود، شجاع بود، دلیر بود. داوود علیه السلام برای مبارزه برآمد. جالوت گفت این جوان کیست؟ تو کی هستی؟ من تو را نمیخواهم بکشم، تو پس برو، یعنی تو به جایت برو.
داوود علیه السلام گفت من تو را میکشم و در دست داوود علیه السلام یک بند بود. یعنی در آن زمانه خب بسیار در جنگ چیزهایی را استفاده می بردن برای جنگ که اکنون نیستن. یک بند بود، در یک طرف در انگشت می بستن و دیگر طرف بند را نمی بستن، فقط می گرفتن در دست. در مابین همان سنگ می گذاشتن و تا می دادن می زدن، سنگ بسیار به دور می رفت و سنگ های بزرگ را می توانستن که همین طرف به دور پرتویند. خب داوود علیه السلام در دستش بند را گرفته بود و در مابین بند 3 تا سنگ بزرگ را بسته بود. همین سلاح داوود علیه السلام بود. وقتی جالوت خواست حمله کند، داوود علیه السلام بند را تاب داد و بر جالوت انداخت و سنگ ها بر روی جالوت زدند و جالوت هلاک شد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين. و بعد از هلاک شدن جالوت ترس در بین لشکر جالوت پهن شد و آنها شکست خوردند. طالوت با لشکرش حمله کرد و بر آنها پیروز شدند و طالوت با لشکرش به فلسطین برگشتند. همین طور داوود علیه السلام به دختر طالوت ازدواج کرد. انشاءالله تعالی در نمور بعدی قصه داوود علیه السلام را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام